برای ظالمین از خدا دعا بخواهیم، بگیم اگر خدای هدایت اینها مقدر نیست بزن اینها را، اون خدا جواب میده لا تأخذه سنة ولا نوم. لحظا وظیفه مهم من شما دعا هست. خدا را فریاد بزنید ربا به خاطر آلهایی که آنجا دفنن زیر خاک و تو از آلهها ربا اگر راضی شدی خدای سوز این جبار را به زمین بکن. و اگر سوختگان بی‌دفاع به خدا قسم که سنت خدا تکرار بشود. سنت الهی همینه که قومهای اگر سوخته وقتی بی‌دفاع باشند خدا بی‌تفاوت نمی‌نشیند. اینقدر نصائر خدا ذکر کرده. یک حبیب نجار خدا میگه و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما كنا منزلین كانت الا صیحة واحده فاذا هم خامدون. خدا ما یقین داریم که خدا انتقام مظلومین را از این میگیرد که در حیات ما اعتبار از حیات ما الله تعالی دینی را به زمین خواهد مالید.